امروز در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های معاونان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، مقامات سودی و حفظ حقوق و ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وظیفه‌های مسئول و راهبری کننده تعیین گردیدند برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دادی خدازاده دولتماه بختیبک از وظیفه رئیس سودی ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد گردیده. عثمانزاده غفران رئیس سودی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردید. مطابق ماده 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاونان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه آزاد و برای به وظیفه معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین نمودن میرزوناباتوف علیشیر خدابردیویچ، معاونان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردیدن امیربکزاده نظیره، ایمتشوزاده انور ایمتشو و ناصرف امیدجان رازیگی داده شد. تغییرات کادری همچنین در ساختارهای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان به عمل برآورده شد. سرداران شعبه کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر خاروق، ناحیه‌های شغنان، روشان، اشکاشین و مرغاب، اینچنین سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی رئاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه‌های اشغال کردهشان آزاد گردیدند. در موافقت با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان علمشوزاده عبدالرحمن علمشو همزمان سردار رئاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردیده با وظیفه‌های سرداران رئاست کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های ولایت از جمله معاون سردار رئاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی رئاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، معاون سردار رئاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خاروق، سرداران شعبه‌های کارهای داخلی در ناحیه‌های شغنان، اشکاشین، مرغاب و روشان از حساب متخصصان ورزیده، کاردان و پاکوجدان و صادق و دولت و ملت به وظیفه‌ها تعیین کرده شدند. یادآور می‌شویم که ضمن سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان روز 15 سپتامبر با راهبران و فعالان ولایت ملاقات کرده از بالاروی سطح جنایتکاری، قانون‌ویرانکنی، فعالیت نامکمل مقامات دخلدار دولتی دارای به تامین ولایت قانون و برطرف نمودن جنایتکاری متشکل و عمل‌های ننگین، اینچنین دیگر کمبودی‌ها اظهار نگرانی کرده بودند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای پیشگیری کردن قاچاق مواد مخدر، نگاه داشتن و با خود گرفته گشتن سلاح، عبور غیرقانونی سرحد، ویران نمودن ترتیبات جمعیتی، مبارزه بر ضد نشأه‌مندی و تربیت نسل سالم و صالح در نزد کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر خدمتچیان دولتی وظیفه‌های مشخص گذاشتند. پرزیدنت مملکت با کادرهایی که در سطح راهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، سود و کارهای داخلی تعیین گردیدند، وظیفه‌های مشخص گذاشته آنها را برای اصلاح کمبودی‌های در فعالیت حکومت ولایت، مقامات حفظ حقوق جای داشته، تامین ولایت قانون و تطبیق دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان هدایت کردند. بهبودی سطح زندگی هر یک ساکن ولایت، حفظ منفعت‌های شهروندان، تامین ولایت قانون و ریشه‌کن کردن عامل‌های مانع رشد و پیشرفت ولایت از فعالیت شفاف، متانت و جسارت و پاکوجدانی هر یک شما وابستگی دارد. تاکید نمودند سرور دولت در جنبست صحبت. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تعیین و آزاد نمودن سودیه‌ها مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهند دادی خدازاده دولتماه بختیبک با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه رئیس سودی ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شود. عثمانزاده غفران رئیس سودی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردیده از وظیفه معاون یکم رئیس سودی ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 18 سپتامبر سال 2018 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانی آزاد نمودن نعمتوف مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم نعمتوف ملکشاه محمدشویویچ با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا و همزمان از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری پولشا و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری چخیا آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 18 سپتامبر سال 2018
فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا تعیین نمودن غیرت شو. مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم غیرتشو صاحب نظر قناعتشو سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 18 سپتامبر سال 2018. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهگری بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی تعیین نمودن خلیفه زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم خلیفه زاده مسعود سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهگری بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 18 سپتامبر سال 2018.